بسم الله الرحمن الرحیم. تمام ستایش ها ویژه خداوندی است که سرپرست نیاکان است. گواهی می دهم که هیچ معبود جز خدای یکتا و بی همتا وجود ندارد. او هیچ شریک ندارد. همچنان گواهی می دهم که پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. پروردگارا، رحمت، سلامتی و برکات خود را بر ایشان، خاندان ایشان و همه صحابه کرام نازل فرما. دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی، این عمل که مربوط یک مشت شکر است باید قبل از آغاز سال 2024 انجام شود. شما باید روی شکر ذکر یا حی یا قیوم را بخوانید. انشاءالله با انجام این عمل تمام مشکلات زندگی شما از بین خواهد رفت و در سال آینده از هر گونه مشکل در امان خواهید بود. با برکت این عمل هر دانه شکر می تواند تا 1 میلیون ارزش داشته باشد، به شرط آنکه این عمل را با یقین کامل انجام دهید. این کار سخت نیست و روش انجام آن را به طور کامل برای شما توضیح خواهم داد. همچنان داستان‌های موفقیت آمیزی از این عمل حاصل شدن برایتان خواهم گفت، چرا که من قبلا این عمل را در کانال خود نیز انجام دادم. دوستان گرامی، کارگزاری که به من رسیده است با شما به اشتراک می‌گذارم تا قدرت و تاثیر این عمل را بهتر درک کنید. شما باید این عمل را با یقین کامل انجام دهید. میلیاردها ارزش در نظر شما ممکن است بزرگ باشد، اما برای خداوند میلیارد هیچ اهمیتی ندارد و هیچ چیزی برای او غیر ممکن نیست. مشکل تنها در یقین ما است. کسانی که یقین دارند به آرزوهایشان میرسند، اما کسانی که فقط فکر میکنند در همان فکر باقی میمانند. پس شما نباید فقط فکر کنید، بلکه با ایمان و یقین کامل این عمل را انجام دهید. روش این وظیفه را باید با دقت و توجه کامل بیاموزید و ویدیو را نیز به طور کامل مشاهده کنید تا نکته از قلم نیفتد. برادران و خواهران عزیز، روش کامل این وظیفه را با جزئیات برایتان توضیح خواهم داد، اما ابتدا کارگزار یکی از خواهرانمان را که از هند پیام دادند برای شما بازگو میکنم. پیام این خواهر را که در پیام خود چنین نوشته است ملاحظه می‌فرماییم. السلام علیکم. دعای خیر شما پذیرفته باشد. خداوند بزرگ شما و خانواده ایتان را همواره در پناه خود حفظ کند و همه مشکلات و نگرانی ها را از شما و عزیزانتان دور سازد. از اینکه 3 سال از با کانال شما همراه هستم بسیار سپاسگزارم. پیام شما که از ایالات گجرات کشور همسایه ما آمده است برایمان ارزشمند است. بسیار خوشحالیم که از وظایف و راهنمایی هایی که در کانال ارائه می شود بهره مند شدید و از زندگیتان تغییرات مثبتی را تجربه کرده است. شما با وظیفه‌ای که در سال 2020 معرفی شده بود اشاره کردید، همان وظیفه‌ای که باید پیش از شروع سال روی شکر انجام شود. در این وظیفه 21 مرتبه سوره قریش و 300 مرتبه ذکر یا حی یا قیوم بر شکر خوانده می شود. این امر به لطف خداوند تاثیرات بزرگی داشته و زندگی شما را دگرگون کرده است. پیام شما سرشار از ایمان و لطف خداوند است. از اینکه وظایف و اعمال توسعه شده را با یقین کامل انجام داده اید و برکات فراوان را تجربه کرده اید بسیار خوشحالیم. الحمدلله که زندگی شما با این عمل مثبت و تغییرات معنوی بهتر شده است. همانطوری که اشاره کردید، انجام وظیفه‌ای که در سال 2020 معرفی شده بود باعث شد تمام مشکلات از زندگی شما رخت ببندد و شما به نمازها، اذکار و تلاوت روزانه سوره‌های همچون سوره واقعه، سوره مزمل و سوره یاسین پایبند شوید. این یک نعمت بزرگ از جانب خداوند است که به بندگانش توفیق ذکر و عبادت می‌دهد. این که خودتان را مرید غیابی ما می‌دانید برای ما افتخار است. خوشحالیم که سخنان ما تاثیر مثبت بر قلب و روح شما دارد و شما را به سوی ایمان و عمل صالح هدایت کرده است. ذکر صدقه و خیرات نیست که شما با آن پایبند هستید برکات بیشماری بر زندگیتان آورده است. اما داستان زندگی شما از کودکی با از دست دادن مادرتان مواجه بودید نشان دهنده صبر و استقامت شماست. انشالله این کارگزاری شما را در درس‌های آینده بیان خواهیم کرد تا الهام بخش دیگران باشد و بدانید که با ایمان، توکل بر خداوند و انجام وظایف دینی مشکلات قابل حل هستند.
و زندگی به سوی خیر و برکت تغییر می‌کند. خداوند شما را همواره در رحمت و برکات خود نگه دارد. داستان زندگی شما نمونه ای از صبر، استقامت و ایمان به خداوند است. از دست دادن مادر در کودکی و قبول مسئولیت خواهران و برادران کوچک در کنار تکمیل تحصیلات و سپس مواجه با مشکلات پس از ازدواج همه نشان دهنده شجاعت و تلاش های شماست. پس از ازدواج با وجود مشکلات مالی و مسائل مختلف شما توانستید مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهید. خداوند با عطای نعمت فرزندان زندگی شما را پرمعناتر کرد و با وجود تمام دشواری‌ها تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد به پایان رساندید. با وجود مشکلات شما شغل در یک مدرسه خصوصی آغاز کردید تا هزینه‌های فرزندان خود را تأمین کنید. زندگی در خانواده مشترک و شرایطی که همسر درآمد خود را به والدین میداد و بار مسئولیت شما سنگین‌تر میشد، نشان دهنده قدرت و پشتکار شماست. بیماری و از دست دادن شغل مطمئناً آزمایش بزرگ برای شما بود، اما در تمام این شرایط صبر شما و اعتماد به خداوند مثال زدنی است. داستان زندگی شما به دیگران می‌آموزد که هر چقدر هم مشکلات سخت باشند، ایمان به خداوند و تلاش پیوسته می‌تواند مسیر زندگی را روشن کند. ما دعا می‌کنیم که خداوند مشکلات شما را آسان کند. سلامتی کامل به شما ببخشد و زندگی فرزندانتان را سرشار از آرامش و شادی سازد. آمین. در اواخر سال 2019 زمانی که مشکلات زندگی و گرسنگی فرزندانم خواب را از چشمانم گرفته بود، روزهای بسیار سختی را سپری می کردم. در همان دوران یکی از درس‌های شما را شنیدم و تصمیم گرفتم عمل یک مشت شکر را که شما آموزش داده بودید انجام دهم. با آغاز سال 2020 لطف خداوند شامل حالم شد و توانستم در یک شرکت چند ملیتی شغل پیدا کنم. شرایط خانه کم کم بهتر شد و الحمدلله با حقوق عالی و شغل با عزت زندگیم متحول شد. یک عمل کوچک و ساده تمام مشکلات ما را برطرف کرد. با لطف خدا و با برکت این وظیفه طی 1 سال صاحب یک خانه زیبا و یک ماشین شدم. همچنین توانستم برای شوهرم یک کسب و کار خوبی را اندازی کنم که الحمدلله و درآمد خوبی دارد. گاهی به این فکر میکنم که اگر این وظیفه را انجام نمیدادم، آیا تغییرات شگرفی که در زندگیم رخ داده اتفاق میافتاد؟ به همین دلیل تلاش کردم که این عمل را به هر طریق ممکن به دیگران نیز به اشتراک بگذارم. خداوند به شما برکت دهد و شما را برای همه ما حفظ کند، زیرا شما وسیله‌ای بودید که خداوند از طریق آن مشکلات ما را برطرف کرد. یکی از دوستان دیگر ما از هندوستان این پیام را با عشق و دعا برای ما ارسال کرده. خواهران گرامی و برادران عزیز، مشاهده کردید که خداوند متعال چگونه زندگی ها را دیگرگون میکند و مشکلات را از میان بر میدارد و زمانی که بنده با یقین کامل عمل را انجام میدهد، خداوند متعال حتما مشکلات او را به خوشی ها تبدیل میکند. اگر شما نیز میخواهید نگرانی ها و مشکلات خود را بر شادی و آرامش تبدیل کنید، باید این وظیفه را با ایمان کامل انجام دهید. در ادامه روش انجام این وظیفه را مطالعه میکنیم. وسایل مورد نیاز شما: 1 مشت شکر تهیه کنید. ابتدا وضو بگیرید تا پاکیزه شوید. در مکانی بنشینید که بتوانید با تمرکز و آرامش کامل وظیفه را انجام دهید. وظیفه را شروع کنید و ابتدا درود پاک بخوانید. سپس 21 مرتبه سوره قریش یا سوره لیل را تلاوت کنید. بعد از آن 300 بار ذکر یا حی یا قیوم را بخوانید. در پایان دوباره درود پاک بخوانید. بعد از اتمام وظیفه بر شکر دمیده و این شکر را در داخل ظرف شکر خانه بریزید. دقت کنید که شکر در این ظرف هیچ وقت تمام نشود. همیشه مقدار شکر در آن باقی بگذارید و دوباره وظیفه را در هر زمانی که بخواهید تکرار کنید. انشاءالله با انجام این وظیفه و ایمان کامل خداوند مشکلات شما را به خوشی‌ها و برکت‌های بی‌پایان تبدیل خواهد کرد. و بعد از انجام این عمل شما باید هر روز با آغاز و پایان درود پاک 300 مرتبه ذکر یا حی یا قیوم را بخوانید و آن را در خانه خود جمع کنید. یقین داشته باشید که مشکلات شما به خوشی‌ها تبدیل خواهد شد. دوستان عزیز، این ویدیو را با نیت صدقه جاریه با دیگران به اشتراک بگذارید تا ثواب آن به شما نیز برسد. برادران و خواهران عزیز، امیدوارم که ویدیوی امروز ما مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، از شما درخواست میکنم که کانال ما را
سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را نیز فشار دهید تا اطلاع ویدیوهای آینده ما به موقع به دست شما برسد. همچنین لطفاً ویدیوی ما را لایک کنید و نظرات ارزشمند خود را در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید سوالات خود را نیز از طریق کامنت ها برای ما ارسال کنید. خداوند متعال شما را در حفظ و امان خود قرار دهد و زندگیتان را پر از خیر و برکت بسازد. آمین.